فرد نزو توجه بابای محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان هیئت شخصی جزءسام‌های ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق با مناسبت 30 سالگرد تأسیس‌یابی گوارد ملی جمهوری تاجیکستان صف آراستند. فرمانده گوارد ملی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونی گواردیا جمالزاده. سلام رفیقان. شما را به مناسبت 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی تأسیس یابی گوارد ملی تبریک میگویم. محترم گنرال ها و افسران، پراپورشکا و سربازان گوارد ملی و ساختارهای حمایت حفظی. چهارمین با تنتنه امروزه به افتخار 30 سالگی تأسیس یابی گوارد ملی در عرفه جشن بزرگ و مقدس ملی 34 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان برگزار می‌گردد. بنابراین کل خدمتگزاران حربی همچنین سابقه‌داران گوارد ملی را به مناسبت جشن بزرگ استقلال دولتی و روز تأسیس یابی گوارد ملی یعنی سنه‌های واقعاً تاریخی صمیمانه تبریک می‌گویم. به همه شما سلامتی و در اجرای مسئولیت پرشرف کسبی یعنی حمایه امنیت و آرامی جامعه، حفظ دستاوردهای استقلال و منفعت‌های دولت و ملت موفقیت و برای کار آرزو می‌نمایم. گوارد ملی واحد مخصوص دارای اقتدار و امکانات‌های معاصر و آماده باشی بلند بوده در تشکل نظام مدافعی مملکت نقش مهم دارد. آن با مقصد حمایه استقلال و آزادی و تمامیت ارضی کشور اشتراک در محافظت انشاءات‌های مهم دولتی، ترتیبات جمعیتی، همچنین برای اجرای دیگر وظیفه‌هایی که از جانب رهبریت مملکت گذاشته می‌شوند تأسیس داده شده است. گوارد ملی مثل دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب استقلال در دوره برای کشور بنیاد وزین و حساس
و در زمینه یک بریگاد تعینات مخصوص تأسیس داده شد. هیئت شخصی این نهاد حربی از روزهای اول تأسیس یابی خود در برابر دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت راه خیلی دشوار و سنگین ولی پرشرف را سپری کرده نام پر افتخار گواردیچی را با جسارت و جوانمردی و خدمت صادقانه به دولت، وطن و خلق تاجیکستان حفظ نمود. حالا گواردی ملی که ما آن را همچون رمز دولتداری نوین ملی و با در نظر داشته نشانه های تاریخ گذشته ملت تاجیک تأسیس دادیم و یک ساختار قدرتمند حربی تعینات مخصوص تبدیل یافته است که این در نوبت خود یکی از عامل‌های مهم حفظ استقلال و آزادی، تمامیت ارضی کشور و امنیت دولت و جامعه می باشد. افسران و سربازان گواردیا تا امروز وظیفه‌های کسبی خود را همچون کفیل ثبات و آرامی جامعه سربلندانه اجرا کرده ایستادند. فعالیت 30 ساله گواردیای ملی ثابت می‌سازد که این ساختار حربی حالا به مکتب آماده سازی کادرهای بلنداحساس و به دولت و ملت صادق و وفادار مبادل گردیده است. با قناعتمندی میتوان گفت که امروز خدمت در صف‌های آن مایه افتخار هر یک جوان وطن دوست و وطن پرور می باشد. خاطررسان می نمایم که خدمتچیان حربی گواردیا در سالهای بسیار حساس و تقدیرساز حیات خلقمان پهلو به پهلو با دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت برای برقرارسازی حاکمیت کنیسانی، مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، تامین نمودن صلح و ثبات و حیات آسایشته مردم تاجیکستان سهمی ارزشمند گذاشتند. شجاعت و مردانگی گواردیاچان تاجیک ادامه کارنمایی و فداکاری هزاران نفر رادمردان سرزمین اجدادیمان می باشد که خدمت کردن به مرز و بوم را رمز ننگ و ناموس، رسالت جوانمردانه و وطن دوستانه و خدمت به پدر و مادر می دانستند. زیرا حمایه سرزمین اجدادی و آباد گردانیدن آن وظیفه ایمانی و وجدانی هر یک فردی با ننگ و ناموس ملت کهن بنیادی تاجیک به حساب رفته همچون عامل مهمی تربیت وطن دوستی و رکن اساسی جوانمردی از نسل به نسل به میراث مانده است. تأکید می‌سازم که خدمتچیان حربی گواردیا و عموماً همه ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید دارای ملکه و دانش مکمل، انتظام قطعی حربی، سطح بلند کسبیت، شجاعت و دلیری، هوشیاری و زیرکی و نمونه عبرت صداقت و وطنداری باشد. عصر ذهن صنعی، عصر علم، عصر تکنولوژیا، یعنی عصر نظامیان سطح بلند کسبی. ما باید همه روز دایر به تیار کردن کادرهای کسبی از همه لحاظ آمادگی داشته باشیم و آماده نماییم. علاوه بر این آنها وظیفه خود را در نزد وطن و خلق تاجیکستان در صورت سربلندانه اجرا کرده می توانند که مفهوم وطن و وطنداری، قدر و قیمت استقلال و آزادی و دیگر ارزش‌های نیک ملی را عمیقاً درک نمایند. فرزندان با ننگ و ناموس وطن، خدمتچیان حربی همه جزء تامای قوای مسلح باید همیشه در خاطر داشته باشند که توانایی دولت و استواری پایه‌های دولتداری از غیرت و متانت و خدمت صادقانه آنها از جمله هیئت شخصی گواردیای ملی
وابسته می باشد. این مسئولیت بزرگ را تنها توسط رعایت قطعی آیین‌نامه‌های حربی، سطح بلند مهارت و معرفت ناکی و مهارت و صلاحیت کسبی، اینچنین زیرکی سیاسی و اراده مستحکم به جا آوردن ممکن است. حکومت مملکت با مقصد بلند برداشتن قابلیت مدافعی مملکت، کسبیت و آمادگی حربی خدمتچیان حربی قوای مسلح از جمله گواردیای ملی در سمت تامینات با تکنیک و تجهیزات و منتظم بهتر گردانیدن شرایط زندگی و خدمت آنها همه این ذخیره و امکانیت ها را سفربر کرده ایستادند. ما کوشش میکنیم برابر رشد و ترقیات پیشرفت جامعه و دولت اقتصادیات سال به سال تامینات از لحاظ نظامی تکنیکی مجهز گرداندن قواهای مسلح مملکت ساختارهای حفظ حقوق را در سطح بلند تامین نماییم. برای اداره کردن ما باید سطح بلندی کسبی داشته باشیم، یعنی کادرهای نظامی را در سطح بلند آماده نماییم. حالا ما چی در داخل چی در خارج هزارها نفر آماده کرده ایستادیم، لیکن ما افسران باید باز آموزی کردن را فراموش نسازیم. جهان امروزه را تحلیل کنیم. ما در کجا قرار داریم؟ امنیت دولت و ملت را ابی نگاه داشتن این وظیفه مقدسی ما شما. ما از سر گذرانیدیم. هزارها جوان مردان برای امروز، برای آبادی ما شما، برای صلح و ثبات کامل جانبازی ها کردن که به امروز ما شما را رسانید. از همه مهم حس بلندی ملی داشتن نمانده کن. ما شکرانه کنیم وطن داریم، دولتی صاحب استقلال داریم، نه ای که امروز ما را تنها میشناسند و میدانند. ده ها پیشنهادهای ما در عرصه بین المللی قبول گردید و عملی گشته ایستاده است. ملت تاجیک را احترام میکنند، نه ای که اعتراف کردند. ما باید از این افتخار داشته باشیم. در کدام گوشه کنار نباشیم، در کدام منصب و وظیفه خدمت نکنیم، پیش از همه حس بلندی ملی داشتن در کار، حس بلندی وطن دوستی و وطن پرستی داشتن مانده کار. کادرهای جوان را تربیت کنید، افسران کمک کنید، دستگیری کنید، خوانید. حتما افسران باید دو زبان خارجی را دانید. ما با صدها دولتی دنیا امروز همکاری های نه ای که اقتصادی و تجارتی و دیگر همکاری های نظامی داریم. در شرایط بسیار مرکب و حساس جهانی معاصر از جمله شدت گرفتن یراق شوی با شتاب، جنگ سرد، عملهای تروریستی و اکستریمیستی، جنایت‌های کبیری، قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکلانه فرامیده، مسئولیت هیئت شخصی گواردیای ملی، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق تا رفت زیاد می‌گردد. من خود شاهدی زنده بودم که چگونه گواردی‌ها و دیگر نظامیان در روزهای سخت و سنگین جنگ شهروندی چگونه جانبازی‌ها کردند. ضرور است که به خاطر مقاومت به تهدید و خطرهای ذکر شده فعالیت هیئت فرماندهی و ستادی ساختارهای نظامی کشور و همکاری همه جز و تامهای قوای مسلح باز هم تحکیم و تقویت بخشیده شد. در رابطه با این رهبریت گواردیای ملی را ضرور است که رعایت بیچون و چرا و حتمی قانونیت، تقویت کارهای سیاسی و تربیوی، همچنین بلند داشتن سطح کسبیت، مهارت و ملکه خدمتچیان حربی و انتخاب و جابجاگذاری درست کادرها را تامین نماید. من با صداقت و شجاعت شما گردان دلیر وطن، ننگ و ناموس وطنداری و غیرت و مردانگی خدمتچیان حربی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب اختیار اعتماد کامل دارم و با اطمینان اظهار می‌دارم که آنها من بعد نیز
از عهده اجرای وظیفه پر افتخار خود و قرض فرزندی خویش در نزد وطن و خلق تاجیک سربلندانه می‌برآیم. بار دیگر همه شما معاوضان دلیر و جسور وطن را به افتخار جشن بزرگ استقلال و 30 سالگی تأسیس یابی گوارد ملی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. با هر یکی شما تندرستی، اراده مستحکم و روحی قوی و برای تاجیکستان عزیزمان صلح و ثبات جاودانی و پیشرفت و آبادی باز هم بیشتر آرزو می‌نمایم. جشن مقدسی 34 سالگی استقلال دولتی و 30 سالگی تأسیس یابی گواردی ملی مبارک فرزندان دلیر و شجاع وطن.